سال بعد از رحلت وجود نازنین حضرت پیغمبر شاهد واقعه عاشورا بودیم و جگرگوشه پیغمبر توسط افرادی که داعیه این رو داشتن که از امت پیغمبر هستند به نحوی که هممون میدونیم به شهادت رسیدن. توی یک اقوالی هست در مسیحیت میگن که اگر ما دستمون میرسید به این که حضرت عیسی یه فرزندی داشت، به شما مسلمان ها نشون میدادیم که فرزند عیسی رو ما چطوری رو چشمون میذاشتیم و شما چطور با فرزند پیغمبرتون رفتار کردید. حالا میدونید شما تو ایتالیا زندگی میکنید، یه آقایی از یه جایی در شام رد شده قدیس میشه، توی یه شهر یک حامی درست میکنن، آقا شهر فلان حامیش فلان قدیس. یه تیکه از چوبایی مونده، آقا این صلیبیه که عیسی رو باهاش میخ کشیدن، به صلیب کشیدن بنا به قول اینا ما که از این اعتقادا نداریم. درخت نارنج رو میوهش رو نمیخورن، میگن این درخت خائنی بوده. چوب نارنج ازش صلیب رو ساختن و حضرت مسیح از جلجلیه چوب رو بر دوش کشیدن و صلیب خود را تا بالای تپه رفتن. خواص چه نقشی داشتن؟ دیروز یه تعریضی زدم و عرض کردم و حالا امروز میخوام یه بخشی رو باز کنم در مورد اینکه اگر فرد در زمانی که باید یک انتخاب صحیحی رو داشته باشه، در یه بازه زمانی که خداوند بهش توفیق میده تو یه دوراهی باشه که یه قسمتش شر یه قسمتش خیر، انتخاب درست نکنه چه اتفاقی میفته؟ دیروز هم عرض کردم تو کل زمانهای تاریخ بشریت، یعنی از زمانی که حضرت آدم میاد به زمین تا همین الان، همیشه انسان به خاطر اختیار داشتنش، به خاطر اینکه مختار بوده و مختار شده، توی بزنگاه انتخاب بوده و به قول یکی از ائمه معصومین تفاوت انسان با حیوان در همینه که انسان بین خوب و خوبتر و بد و بدتر قدرت انتخاب داره، ولی حیوانات شما به یه دونه حیوان محبت کن، با یه حیوان تشر بزن، خب واکنشی که نشون میده فرق میکنه. پس حیوان مختاره؟ نه، هر کسی، هر زیروحی تشخیص میتونه بده که بین بد و خوب، بین خوب و خوبتر و بد و بدتر انتخاب کردن سخته. تو طول تاریخ بشر همیشه این انتخاب بوده. یه زمانایی هست این فرد طرف حق رو نمیگیره، میره طرف باطل. شاید یکی از تجلیات خیلی جالب این روند واقعه عاشوراست. ما تو طول تاریخ اسلام خیلی جا داریم که افراد مثلا حضرت پیغمبر در مرض موتشون، وجود نازنینشون وقتی به بیماری دچار میشن و منجر به فوتشون میشه، همتون شنیدید میگن آقا یه کاغذی یه قلمی بیارید من یه چیزی بگم که از گمراهی نجات پیدا کنید. یه عده میگن نه آقا قرآن برای ما کافیست. خلیفه دوم سر دستشون بود. یه عده دیگه میگن بیارید و دعوا میشه و حضرت میگن آقا من اصلا پشیمون شدم. جای دیگه تاریخ حضرت پیغمبر هم موارد متعددی هست که مسلمون ها بین این دوراهی انتخاب، همراهی با امام معصوم، با ولی خدا، با پیغمبر، با امام، یا ترجیح دادن منافع شخصی، منافع قبیله‌ای، منافع خودشون، یا دنیا طلبی گیر کردن. حالا تو سقیفه هست، بازم همتون میدونید سقیفه چه اتفاقی میفته. یه طرف ولی خداست که منسوب پیغمبر و خداست، ولی یه عده میان تو سقیفه یه انتخاب دیگه ای رو میکنن. تو زمان
که تنهایی حضرت امیر رو شاهد هستیم. حضرت فاطمه زهرا میان تو مسجد خطبه میخونن تو مسجد مدینه. چند نفر با امام هستن؟ 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر. حضرت میگن فردا بیاید ما با هم بریم. فردا که میشه چند نفرن؟ این روند همیشه ادامه داشته تا زمانی که مثلا حالا ما میرسیم به واقعه خلافت حضرت امیر. حضرت توسط مردم انتخاب میشن و خلافت رو جلوی ایشون میذارن که حضرت اون خطبه مشهور رو دارن که میگن اگر نبود تکلیفی که خداوند و عهدی که خداوند از عالمان گرفته، این خلافت شما برای من پشیزی نمیارزید. آب دماغ بز و این کفش پاره شده بیشتر بر من ارزش داره. اونجا یه عده میان دنیا طلبی و تلاش برای اینکه حفظ منافع خودشون رو انجام بدن مقابل امام وامیستن. یکی از واقعه جالبی که در زمان حضرت امیر اتفاق میفته واقعه کشته شدن محمد ابن ابوبکر هست. حضرت آقای محمد ابن ابوبکر رو منصوب میکنن به عنوان والی مصر. ایشون میرن مصر. در مصر خب امراض رو از اون طرف هم معاویه منصوب میکنه. یه جنگی صورت میگیره. یه عده‌ای که طرفدار حضرت امیر بودن در این دوراهی انتخاب باز دوباره گیر میکنن، میرن طرف امراض و باعث میشه که محمد ابن ابوبکر کشته بشه. یکی از اولین و فجیع ترین قتل های تاریخ اسلام در این زمان اتفاق میفته. محمد ابوبکر پسر خلیفه اول که مورد احترام بوده ولی خودش چون تو دامن حضرت امیر بزرگ شده طرفدار حضرت امیر بوده. وقتی محمد رو میکشن در یک چارپایی رو گوشتش رو میکشن، گوشتش رو خالی میکنن، پوست این رو محمد ابوبکر رو که شهید شده بود تو پوست این میزنن، میدوزن و آتیش میزنن، به خاطر که کسی نبوده حمایت بکنه از این والی منصوب حضرت امیر. یه نهضتی راه میفته در مصر به خونخواهی محمد ابن ابوبکر. اینها عضویت مخفی میگرفتن و این پودری که از سوختن جنازه و این پوست اون حیوان حاصل شده بود شرطش این بود که هر کی وارد میشد باید دست میکرده تو این کاسه‌ای که پودر است، میمالیده به چشمش، اشک میریخته، اشک ندابت، اشک انابت. آقا ما نادمیم از این که دفاع نکردیم از خلیفه و والی مصر و الان پشیمونی. یه نهضتی تو مصر را میفته و نهضت مخفی و مقابله با امراض و اینا به نتیجه هم نمیرسه. واقعه کربلا که اتفاق میفته، خب بعد از شهادت حضرت سید الشهدا یه عده توی کربلا نبودن، حالا به دلایل مختلف. مثلا مختار زندانی بوده، یه عده راه دور بودن، یه عده نتونستن برسن. ولی بعد از شهادت یه عده میان در کوفه میگن آقا ما این چه کاری بود که کردیم؟ ما 60,000 بنا به قولی نامه نوشتیم برای پسر پیغمبر که آقا شما بیا اینجا حکومت رو به عهده بگیر، ما رو از دست ظلم و جور و خفقان و ترور حکومت بنی امیه نجات بده. بعد ما از شما حمایت نکردیم، ای وای بر ما. اون زمانی که باید حمایت میکردن، اون زمانی که باید انتخاب صحیح رو انجام میدادن، نرفتن طرف سید الشهدا، نرفتن کربلا با امام کمک بکنن، واستادن تو آسودگی و نگاه کردن و تماشا کردن تا حضرت شهید شد. بعدش اومدن واویلا را انداختن و آه و مصیبت از سال 61 تا سال 64 هجری. اولین نهضتی که راه میفته نهضت توابین سلیمان ابن سرد خزاعی بوده. ایشون میاد جمع میشه با این افرادی که احساس
پشیمانی داشتن، میگن آقا ما چرا حضرت سیدالشهدا رو دفاع ازش نکردیم، حمایت نکردیم، در حالی که کار از کار گذشته دیگه. اون موقعی که شما اگه حمایت میکردید عبیدالله ابن زیاد جرأت میکرد بیاد کوفه رو بگیره، لشکر جمع کنه، بره به مقابله با پسر پیغمبر. سلام علیکم. سلیمان نهضت توابین رو راه میندازه، 4 سال نیرو جمع میکنه از 61 تا 65. جلسات مخفی، یواشکی. آقا آخر سر به قیام میرسن، بلند میشن میرن به سمت شام، میگن آقا ما باید حکومت شام رو عوض کنیم، خونخواهی حضرت سیدالشهدا، امام زین العابدین هم بکنیم حاکم حکومت اسلام. اینها راه میفتن، وقتی میرن از شام، از کوفه میرن به سمت شام، قیامشون باعث میشه که عبیدالله ابن زیاد که حاکم کوفه بوده بره حاکم بصره بشه و از بصره هم فرار میکنه میره شام. یزید هم در این بازی زمانی به درک واصل میشه. یزید 3 سال خلیفه بوده، در هر 3 سال خلافتش که در حقیقت سلطنت بوده یه اتفاق بدی میفته. سال اول حضرت سیدالشهدا رو شهید میکنن، سال دوم و سال سوم کعبه رو به سنگ میبنده، به منجنیق میبنده. برای اولین مرتبه در تاریخ اسلام یه ارتش مسلمون میره مکه رو محاصره میکنه و مکه رو به منجنیق میبنده و به سنگ. یه سالی هم یه واقعی در مدینه اتفاق میفته. یک روز اصحاب پیغمبر رو حلال میکنه مدینه رو بر لشکر متجاوز خودش. وقتی در سال سوم به درک واصل میشه یزید، این قیام بیشتر شکل میگیره و عبیدالله ابن زیاد هم که حاکم کوفه بوده فرار میکنه از بصره، میره بصره، از بصره میره شام، یه لشکری رو از شام درست میکنه، میاد در یه جایی به نام عین الورده اینا به تور هم میخورن، لشکر شام و این آقایون فدایی سلیمان ابن سارد خزاعی که تواب بودن و میخواستن برن انتقام خون سیدالشهدا رو بگیرن. 4 روز اینا میجنگن، همشون کشته میشن. نه، این طرف توابین کشته میشن، اونا پیروز میشن. ابن نمیر پیروز میشه و وارد میشه به کوفه و کوفه رو میگیره. نتیجه نمیگیرن. مختار هم در این بازه زمانی که همتون الحمدلله سریال مختار رو دیدید و ما یه سریالی ساختیم که هم یکی از مفاخر شیعه رو نشون دادیم، هم یکی از افرادی که جزو توابین بوده رو. مختار در این بازه زمانی مخالف قیام سلیمان بوده، میگه آقا ما باید اون موقع امام حسین رو کمک میکردیم، حالا درسته این اتفاق افتاده ولی شما اهل جنگ نیستید، شما میرید کشته میشید. همین اتفاق هم میفته. قیام دوم که برای توابین بوده و اون افرادی بودن که آقا ما باعث شدیم که حضرت سیدالشهدا رو کمک نکردن به امام مفترض الطاعه حاضرمون باعث شد که دوچار ندامت بشیم. قیام کیه؟ قیام نه ابو مسلم، خیلی قیام آخر ابو مسلم. قیام اول قیام سلیمان ابن سارد خزاعی و توابین هست. آخرین قیامی که منجر به اضمحلال حکومت بنی امیه میشه قیام ابو مسلمه. البته این نهضت خونخواهی ادامه داره و گاهی اوقات از این خونخواهی استفاده، مثلا ابو مسلم استفاده ابزاری کرده. تو تاریخ هست که مثلا تیمور وقتی دمشق رو محاصره میکنه میگن آقا اینا مسلمان، اینا رو چرا میکشیم؟ میگه من به خونخواهی امام حسین اومدم اینا رو میکشم. آخر سر یکی از پسرای تیمور در جنگ محاصره دمشق کشته میشه. تیمور یه لیوان خون اهالی دمشق رو میخوره و میگه من به خونخواهی امام حسین این کارو میکنم. در حالی که میدونید اصلا تیمور یه آدم خیلی عجیب غریبی بوده. تیمور علاوه بر این که 7 روایت قرآن رو میتونسته بخونه،
این 7 روایت رو در 3 روایت دیگه، یعنی 21 روایت مشهور و شاذ و نسبتا مشهور رو میتونسته بخونه، از آخرم قرآن میتونسته به اول بخونه و استفاده ابزاری هم از این کرده. دومین قیام مختاره. هرچند مختار در واقعه کربلا در زندان بوده، یعنی عبیدالله ابن زیاد ایشون رو میندازه زندان و ایشون نمیتونسته بیاد به کمک حضرت سیدالشهدا، ولی از زمره افرادی بوده که آقا احساس ندامت میکرده، میاد این افرادی رو که تو بازه زمانی کربلا نتونستن کمک سیدالشهدا بکنن، انتخاب درست انجام ندادن، نشستن و تماشاچی بودن، اینا رو دور هم جمع میکنه و قیام رو انجام میده. از سال تقریبا اواخر 63 تا 65 یه بازه زمانی هم بوده که حکومت اموی کسی سر کار نبوده. پسر یزید میره بالای منبر تو مسجد دمشق، میگه آقا اگه خلافتی بوده واسه ما بسته، من دیگه نمیخوام، استعفا میده، میاد پایین. و حکومت بنی امیه تیکه تیکه میشه. یه عده میگن که آقا خب این چیکار کنیم، معاویه، یزید، این همه. مروان که تو سریال امام علی احتمالاً همتون دیدید که اون موقع داماد عثمان بوده و بعدا هم داماد عثمان بوده البته، این میاد میگه آقا من خلیفه‌ام، من جای این معاویت ابن یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان الان خلیفه‌ام. شاخه مروانیان حکومت اموی ایجاد میشه که اونم یه مدت کوتاهی زنده بوده، میمیره، عبدالملک مروان حاکم میشه. تو این بازه زمانی یه تعداد افراد ادعای خلافت میکنن، از جمله عبدالله ابن زبیر، که عبدالله ابن زبیر عایشه خالش میشده و پدرش هم خب زبیر بود و صحابه مهمی بود و این ادعای خلافت میکنه، مکه رو میگیره و شروع میکنه به حمله کردن به سمت شام که مقر حکومت خلافت اموی بوده. اولش با مختار کنار میاد، مختار میکنه مشاور خودش، ولی بعد میاد به سمت کوفه، یه نفری رو میذاره به عنوان عامل خودش در کوفه. مختارم با اینا کنتاکت پیدا میکنه. من تمام عرایزم استشهاداتی رو که دارم برای تأکیدی از در اینه که آقا وقتی که قرار انتخاب درست انجام بدین، انتخاب درست کردن و در راهی که راه حق واسطادن، این مهمه. مگه نه بعد از اینی که اون انتخاب انجام شد و امام حسین به شهادت رسیدن، تمام خونهایی که برای خونخواهی ریخته شده، درسته گناه طرف رو پاک نمیکنه ولی کم میکنه. مختار تمام کسایی که تو کربلا حضور داشتن، تو لشکر یزیدی‌ها بودن، همه رو کشته تقریبا. یعنی از اون کسی که به سمت حضرت سیدالشهدا شمشیر کشیده، اون کسی که نیزه پرت کرده، اون کسی که تیر 3 شعله رو به گلوی مبارک علی اصغر پرت کرده، اون کسی که تیر انداخته آخر سر به حضرت، اون کسی که گلوی مبارک حضرت رو جسارت کرده و بریده، تمام اینا رو دونه به دونه مختار کشته. اون کسی که سر مبارک حضرت رو به نیزه کرده، به نیزه رو گرفته، اون کسی که سر مبارک رو آورده تو تنور گذاشته، اون کسی که سر مبارک رو تا شام برده، اون کسی که به حضرت زینب جسارت کرده، دونه به دونه مختار اینا رو رفته شناسایی کرده، خونشون رو ریخته. البته این یک تسکینی هست بر آلام آل الله. تو روایات هست حضرت امام سجاد، خب امام تو مدینه زندگی میکردن دیگه، وقتی از کربلا برمیگردن، مختار وقتی پیغام میده آقا جان امروز من شمر رو به درک واصل کردم،
امام میگن من تا اون موقع آب نمیتونستم به راحتی از گلوم بره پایین و بخورم. خدا رو شکر میکنن و یه آبی میل میکنن. یعنی خب میدونید که امام محمد باقر هم در واقع کربلا حضور داشتن و حضرت 5 سالشون بوده. میبینن که پدر بزرگشون به اون نحو شهادت میرسن. میبینن که عموهاشون علی اکبر، علی اصغر به اون نحو به شهادت میرسن. امام باقر میگن پدرم امام سجاد تا وقتی که مختار خبر نیاورد که آقا من قاتلین پدر شما رو به سزای خودشون رسونده بودم، امام لبخند به لبشون نمیمده. این هم اتفاق افتاده، یعنی تقاضا رو گرفته مختار. ولی این کجا و انتخاب درست کجا؟ با امام زمان خودمون بودن کجا؟ خیلی مهمه برادران، خواهران. در بزنگاه شما تشخیص صحیح بدید. هرچی هم تلاش بکنه آدم جبران بکنه، باز دوباره اون نتیجه‌ای که با انتخاب نادرست رسیده بهش نمیرسه. حالا عرضم کردم، یه تعریضی زدم که نهضت خونخواهی از حضرت سیدالشهدا ادامه داره دیگه. ما تو لسان عرب حتما همتون شنیدید میگن که حضرت سیدالشهدا سارالله است. عرب جاهلی وقتی یه نفری کشته میشده به ناحق، میگن یک پرنده‌ای دور خیمه این طرف میچرخیده و جیغ میزده. تا وقتی که قاتل طرف رو نمیکشتن، این پرنده جیغ زدنش دور خیمه طرف ادامه داشته. این پرنده ساره. در لفظ عرب که ما میگیم، تا وقتی که خون قاتل رو نمیریختن، پرنده جیغ میزده و مطالبه خون قاتل رو میکرده، خون ناحق ریخته شده. ما خب مختار لسارات الحسین بوده دیگه، یعنی یک کسایی که قیام میکنید برای اینکه این خون کشندگان حضرت سیدالشهدا رو بریزید. ولی منتقم اصلی خون حضرت سیدالشهدا اولا خداست. بگیم امام شهید ما سارالله است، یعنی منتقمش خداست. یعنی این نهضت گرفتن انتقام از فردای شهادت امام حسین در کربلا از 11 محرم شروع میشه تا الان ادامه داره و تا قیامت. و منتقم اصلی خداست و منتقم بعدی امام زمانه. یعنی همین در زیارت عاشورایی که حاج آقام خوندن اشاره شده. این انتقام تا روز جزا ادامه داره. یعنی یزید و یزیدیه ها و سفیانیه ها و مروانیه ها و ابو سفیانیه ها، اینا همه هستن الی یوم القیامه. یعنی یه انتخاب درست، یه انتخاب نادرست باعث میشه که شما تا قیام قیامت ادامه داشته باشه این نهضت خونخواهی. و اون سار، یعنی اون پرنده‌ای که داره چادر، حالا البته تعبیر جاهلیه ولی خب این وارد ادبیات عرب شده و وقتی که میگن سارالله، وقتی که میگن سار یعنی آقا اون خونه رو باید بریزی. واقعه کربلا اینقدر عظیم هست که تا قیام قیامت انتقامش ادامه داره. یه صلواتی بفرستید من یه چند کلمم ذکر مصیبت با اجازه حاج آقا داشته باشیم. خب امروز 5 محرم دیگه. 5 محرم این از قدیم تو تهران رسم بوده که به بقیه جای کشور هم این رسم افتاده و اشاعه پیدا کرده که آقا هر شبی متعلق به یه عزیزی هست. خب نمیتونستن همه عزیزانی که در روز 10 محرم به شهادت رسیدن رو در یه روز عزاداری کنن دیگه، تقسیم کردن.
امشب هم متعلق هست به جگرگوشه 8 ساله امام حسن. فرزند نازنین امام حسن که با حضرت سیدالشهدا و عمه جانشان زینب کبرا وارد کربلا میشن، یه بچه 8 ساله بوده دیگه. بچه 8 ساله عموهاش بوده و عمش بوده و خودش هم که داغ پدر رو دیده و داغ امام حسن رو دیده و اومده توی قافله کربلا. این بچه تا ثانیه های آخر زندگیش از امام زمانش دفاع کرده. جسارت میکنن به ایشون، تیر میندازن. بچه لباس رزم میپوشه، میره وارد صحنه کربلا میشه. یزیدی ها محاصرش میکنن، مثل بقیه اصحاب داد میزنه یا عمو جان به فریاد من برس. حضرت سیدالشهدا با شتاب میان و میبینن که این بچه 8 ساله یکی از کوچکترین مدافعان حریم ولایت و حریم امامت شده. انشالله که خداوند همه ما رو توانایی بده که پاسدار حریم امامت ولایت باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.